ایرانیا چرا ساکت نشستید؟ منتظر چی هستید؟ منتظری که خدا امر بفرماید به شما نازل کند که بلند شید؟ افغانیا دارن تو کشورتون میخورن میپاشن، بعد به ناموسمون دارن نامردی میکنن، بی احترامی میکنن، فحش میدن، ناسزا میگن. داداش همه این فیلم ها هست، چرا ساکت نشستید؟ چرا استودیاتون پر نمیکنید پر از افغانی؟ دنبال چی هستید؟ داداشای من بفهمید کارگری داره نابود میشه، خونه داره میره بالا. همین حرومزادات زمانی تو کشور ما هستن همینه. الانم برید ببینید تو بازار میوه طربار، تو مغازه ها اخراج افغانی واجب شده. یعنی هر کی افغانی بیاره تو مغازه کار کنه، برید تو میوه طربار ببین چه جنگی شده. به من دارم میگن داداشای من، ایرانی شرف داره، بلند شید یا استوریاتون بذارید افغانی کسکشا رو تا شب بندازن بیرون. اینقدر ببین خودتون نکشید عقب، از کسی نترسید. از چی میترسید؟ مشتی از یه چیزی نترسید. اینم بهتون بگم، زمانی دارن به ایرانیا بی احترامی میکنن، باید بلند شید خودتون رو ثابت کنید. بابا یه استوری چیزی نیست، ارزش آدمو پایین نمیاره. منو خراب کردن تو پیج قبلی.